بعض انسانهای جاهل و به علم خیلی یکرو و بی ادب می شوند. با 100 دلیل هم نمی توان آنها را قانع کرد، زیرا آنها دلیل را نمی شناسند و از اختلاف علما در مسائل فروعی اصلا آگاه نیستند. خود را بر حق و دیگران را اگرچه از اهل علم و علما هم باشند در اشتباه و خطا می دانند. می گویند فلان عالم خطا کرده است و فلان عالم چنین می گوید. نقل فتوا می کند و بر گفته های خود پافشاری می کند. پناه به خداوند از این گونه جاهلان. بزرگان دین می فرمایند با یک دلیل می توان 40 عالم را قانع کرد، اما با 40 دلیل نمی توان یک جاهل و نادان را قانع کرد. انسان هایی که علم دینی ندارند و از مسائل شرعی آگاه نیستند نباید در مسائل دینی سخن بگویند و ابراز نظر کنند. این را بدانید که بیان کردن مسائل دینی وظیفه اهل علم و علمای دین است.